فردا بهتره غذا بخورم ببرم. شهرداری هم کار سختیه خب بلد من میبرم داشتم چیز فعلا خدافظ. هی بهتر برم اون جاده رو درست کنم دیگه کار دیگه نمیتونم باید این جاده درست شد. دیگه پیر شدم نمیتونم بدوم تیر برقش حالا فعلا مهم نیست ولی این جاده مهمه مردم میخوان رد بشن برن پس بخاطرم این جاده مهمتره رواش چیزیشون نمیشه خوبه وسیلاشم آوردم چند تا نداشتم بریم برای ساختش اینجا بابا این آمش تقصیر من بخاطر بایسته ببینم چرا همه چی چرا تموم شد میرم لعنتی 1 ساعت تو راه بودم فقط برم یه 2 تا چیز بیارم الان فهمیدم مردم انقدر اعتراض میکنن ناهمواری هم باید درست چقدر سفتن اینا آدم نمیاد انقدر سفت درستش کرده باشم فقط من درگیر کار دیگه هم بودم به مردم اصلا اهمیت نمیدادم الان فهمیدم واقعا حق اعتراض داشتم برام نمیشه همه این کارا تقصیر خودم var tarafta bak. Lanet hayat. Çok kollar harap şurada. Evet. میخواد رو بعدم
انجامشون بدم. این درخت برم باید قطع کنم. اینجا روی درست کنم. با دستم میشه ولی سخته. بهتر بعدم بیل بیام. زدم برای سحر جعفری اسمس دادم گفتم جا بجاش کنم. بابا اینجا نصف مردم جا کشته شدن. روبیکا فرستادم برای میرم از کوسه 5 روزه بعد. لعنتی چی؟ اینجا دارم که شهردار گفت میرم درست میکنم و دیگه بر نگشت. عجیبه. لامپای اینجا رو باید تعویض کنم. من تیر برق بذارم. همه اینا رو انجام میدم. فقط لعنتی درخت لعنتی. نمیدونم چرا ولی شهردار آخرین بار اومد اینجا گفت میام درستش کنم و دیگه برنگشت. الان واقعا برای سواله که چی مهمتر از این مردم معصومه. چی رو اشتباه میذارم. اینجا بعضی جاها رو درست نکردم. اینجا هاشم ریل نکشیدم. ترک جارو بکن. اینجا که بیل دارم ولی بازم سخته. هر کسی که باشه زور نیاز داره برش داره. منم چقدر زور دارم. یه واسیگل تمام بشه و برم دوباره واسیگل. امروز باید این پروژه تمام بشه. یعنی این راه از بین جنگل اینقدر بزرگی رد می شده من خبر نداشتم. هی یادمه که آخرین بار با خانواده اومدم اینجا سه تولدم ولی خدایی خیلی خوب بود. ببینم صدای چیه؟ کمک کوسه این پایینه. کی اونجاست؟ الان میام کمک. لعنتی اون صدای کی بود؟ بهتر جاده رو درست کنم. آخرین باری که اومدیم اینجا یادمه به خاطر یه کوسه 7 روز تعطیل شد و بعد از اون یه انفجار رخ داد. الان میخوام بدونم که اون انفجار واسه چی بود. بایستا برم یه کوسه اونجاست و یه جنازه درنشه. ببینم
کنه به خاطر اون کوسه لعنتی تعطیل شده اینجا. کمک. شیشه شکسته، همه جا پر خونه. جاده رو درست کردم. حالا اینجا باشم درست کنم. بعدم بیام اینجا رو پاکسازی کنم. بایست ببینم نکنه شهردار اومده بوده اینجا و به خاطر اون کوسه. نه 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 نه، این امکان نداره. نه نه، بهتره اینجا بزنم به چاک. راه دیگه ای نداره. بعضی جاشم تازه درست نکرده. آفرین بهش. هی. و راه ماشینم بکشم و دیگه اینجا بزنم به چاک. تنها راه همون همین بود که جاده رو درست کنم و اینجا بریم. آیش لعنتی. در اینجا رو درست کنم بزنم به چاک. خونه ما هم ترکید دیگه. تلویزیون هوشمند. ببینم چی داره واسم. امروز شهردار به خاطر یک دلیل کشته شد. این پیام ها ما رو راضی میکنه که شهردار مرده. پیام اول کسانی که پیش او بودن برای درست کردن جاده رفتن و شنیده شده که شهردار دهن یک کوسه دیده شده و جمجمه او در ساحل است. یا ابوالفضل مگه داریم؟ پیام دوم. این پیام نشون میده که واقعا قطعی شهردار مرده. شهردار وقتی که داشت میرفت این پل را درست کنه، بعد از حادثه دیگه واسه یک هفته بر نگشت و کار کنان بعد از کشته شدن او از اونجا استعفا دادن و اونجا و شهرداری کاملا نابود شد. ها؟ یعنی تو میخوای بگی شهردار مرده واسه درست کردن اونجا؟ آخه چطوری همچین چیزی امکان داره؟ همچین چیزی به خودم امکان نداره. چطوری میشه شهردار یهو بمیره؟ روزگار همه میرن، بقیه هم میرن، فقط آدم های خوب نمیرن که آدم های بد میرن. کاش شهردار بعدی من باشم، بتونم حداقل این شهرداری رو شهرداری که نه
لعنتی. بتونم حداقل به شهر سر سامون بدم. فردا گروه کشیه. هی تو خدایا خواهش کنم من شهردار این شهر باشم که هیچی از من خستم. بهتره بدم بخوام. کیه؟ الو سلام، شما آقای دموکسی هستید؟ بله خودم هم. چی شده؟ شما به عنوان شهردار بعدی انتخاب شدید. چی؟ واسه ببینم چی گفتی الان؟ شما به عنوان شهردار بعدی انتخاب شدید. چی؟ مگه داریم اصلا؟ الو ای خدا، شهردار بعدی هم من شدم. خدایا شکرت. خب دوستان، اینم از داستان بعدی در شهر لیموسیلند، شهر قشنگ در اعماق دنیای ماینکرافت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک و کامنت دنبال کردن یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.